تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. آرایش نام هاست نامت، آسایش سینه هاست کلامت. بعدن السلام علیکم و رحمت الله پدران و مادران، برادران و خواهران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای ما را میشنوید. از شما خواهش کرده می شود به کانال آبونه شوید و زنگوله را پخش کنید و ویدیو را به دیگر دوستانتان پهن کنید تا در ثواب همراه باشید. راستی قصه رو جای شنیدم، خواستم به سمع شما نیز برسانم. قصه های عبرتناک. علم معاصر زمان از قرآن 1400 سال عقب مانده است. عالمان و دکتران نامدار حجیره شناس ایالات متحده امریکا میگوید بار در یک مسئله سخت در ماندن و هرچند میکوشیدند جواب آن را نمیافتند. مسئله چی بود دوستان؟ خوش دقت بدهید. مسئله این بود که در یک بیمارخانه یک باره در یک وقت دو زن تولد نمودند، اما چون دکتران به چی کار عجله داشتند و بی‌پروا آنها را ثبت نکردند که کدام کودک از کدامین زن است و آنها را حتی رقم گذاری ننمودند. یکی زنها دختر و دیگر پسر زایده بود. پس از مدت این دو زن اصرار میکردند که من پسر تولد کردم. دکتران هم نتوانستند به این سوال جواب یابند، چون آنالیز DNA یعنی حجیره ها آنچنان به یکدیگر مانند بودند که حتی عالمان حجیره شناس نتوانستند جواب یابند. دکتران جلسه برپا نموده همه دکتران و عالمان نامدار گرد آمدند تا این بحث را عمیق کرده کودکان را به مادران اصلی تسلیم نمایند. اما هیچ یک آنها جواب نیافتند. اسباب‌های نوترین زمانوی عالمان نامدار زمانه در این مسئله جواب نیافتند. این زمان یکی از عالمان که در یک چند مسئله از قرآن جواب یافته بود، حتی با یاری فکت‌های قرآنی چندین جایزه گرفته بود، پیشنهاد نمود تا از عالمان اسلام مدد پرسند. دیگران هرچند حق بودن اسلام را قبول نداشتند، اما از ناچاری با این عالم راضی شدند. پس به یکی از عالمان اسلامی زنگ زدند و موضوع بحث و درماندهشان را به او رسانده گفتند شما مسلمانان میگویید که در قرآن جواب همه مسئله ها و معماهای دنیایی آمده است، همین طور نه؟ گفته پرسیدند دکتران. بله این چنین است، جواب گفت عالم اسلامی. پس اسلام در مسئله بحث این دو زن و کودکان نوزاد جواب چی خواهد داد؟ پرسیدند آنها. عالم اسلامی جواب گفت که حل این مسئله آسان است. شما تنها شیرهای این دو مادر را ترکیبش را دیده برایید. مادری که در ترکیب شیرش ماده های غذایی زیادتر است او پسر زاده است. دکتران و عالمان ایالات متحده امریکا همین طور کردند و دیدند که شیر یکی از مادرها ترکیب غذاییش 2 مرتبه از مادر دیگر زیادتر ماده های غذایی داشته است. پس برای باوری کامل داشتن شیر یک چند مادران پسر و دختر زاده را نیز سنجیدند و دیدند که گفته های عالم اسلامی عیناً و بی شبهه تصدیقش را یافت.
سپس پسر را به آن زنی که شیرش ترکیب غذاییش 2 مراتب زیاد بود دادند. عالم امریکایی از عالم اسلامی با حیرت چگونه یافتن این معما را پرسید: شما از کجا می دانید که ترکیب شیر زن پسر زاده ماده های غذایی زیادتر داشته است؟ آخر عالمان زمان به اسباب های نوترین این معما را یافته نتوانستند. عالم اسلامی جواب گفت که در قرآن الله به ما بندگانش می فرماید: الله نسبت فرزندان به ما یادرس می نماید که به مرد آنقدر حق جدا شد که 2 برابر از حق زن زیادتر است. یعنی این آیه مبارکه خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم پسر برابر سهم 2 دختر است و اگر دختر باشند و بیش از 2 تن از 3 حصه یک میراث از آنهاست. سوره نساء آیت 11. عالم امریکایی پس از این جواب یافت شدن جواب معمای دشوار از حق بودن دین اسلام با باوری کامل حرف می گفت و حل زیاد مسئله ها را اول از قرآن می گفت. بله دوستان عزیزم، الله بزرگ است. نیست خدای شایسته عبادت مگر الله بزرگ و توانا و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده ای اوست. عبرت چی گرفتیم دوستان عزیزم؟ میخواهم سخنان عالم و کاشف مشهور معاصر زمان ما، عالم بحرنورد ژاک ایو کوستا را انا برای شما پیشنهاد نمایم که گفته است: قسم میخورم که این قرآنی که علم معاصر دنیا از آن 1400 سال عقب مانده است نمیتواند بافته و نوشته آدمی باشد، بلکه این کلام خداوند بزرگ است. کتاب مقدس اسلام قرآن البته تمام علمهای دنیا را فراگیر است و به یک جایگی از اعمال و فرموده های رسول برحق اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از این علم و کشفیات های این زمانه که اینقدر اسباب های زمانوی زیر دست دارند 1400 سال پیشتر است. بله دوستان عزیزم، اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. با شما بودم بنده عبدالله. یک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. پروردگار دعا میکنیم که پروردگارا این بیماری هایی که در تمام روی عالم است از سر مسلمانان خصوصا مردم تاجیکستان پروردگارا برداشت و بگردان. پروردگار دعا میکنیم که پروردگار ما بندگان گناهگار را هیچگاه به حال خودمان نگذار. در حق بنده به دعا باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جانم فدای نامی پیغمبری مدینه، قربان تار موی آن سروری مدینه، قربان تار موی آن سروری مدینه. یارب چی روز گردد این دولتم میسر، یارب چی روز گردد این دولتم میسر. افغان کنان درایم من از دری مدینه، افغان کنان درایم من از دری مدینه. آه ز دل برارم به خود شوم ز مستی، آه ز دل برارم به خود شوم ز مستی. حیران کنم به هر سو بحر و بری مدینه،
طیران کنم به هر سو بحر و بری مدینه. در خاک آستانش چون سگ به پاسبانی، در خاک آستانش چون سگ به پاسبانی، سر افکنم به پای آن گوهری مدینه، سر افکنم به پای آن گوهری مدینه. حیفی شفاعتی تو بر امتی برآید، حیفی شفاعتی تو بر امتی برآید. با نام و ننگ دنیا از کشوری مدینه، با نام و ننگ دنیا از کشوری مدینه. با گور نیست لایق این جسم پرگناهم، با گور نیست لایق این جسم پرگناهم. اندر چه بنایم خاکستری مدینه، اندر چه برایم خاکستری مدینه. انوار روی پاکت شاید که زود بینم، مجنون صفت که خیزم در محشری مدینه، مجنون صفت که خیزم در محشری مدینه، مجنون صفت